خب درود و عرض و احترامات با هموطنای عزیزم، هموطنای به نهایت گرامی و ولی قدرم. امیدوارم که یکی شما خوب، صحت، سلامت و سربلند، خانه آباد هم باشه. البته که چندین روز می شود در فرانسه، در مرکز فرانسه پاریس المپی برگزار شده ایستاده است و تا قدر امکان خودداری، یعنی بنده از این نوار کردن در این باره گویم که خودداری کردن تا قدر امکان کوشش کردم و تلاش کردم. خدم آرام شا گفتم، خدم سرم خیلی سیلا کم آرام گردنم خیلی مساج کردم، گفتم آرام شا گفتم. نیکی آخر دیگر اما هر یک چیز یک حد کنار خودش داره و بگیم که دیگر امروز تصمیم گرفتم که واقعا در این مسئله یک کمی فکر نظر خدمه بگم و برای چی نام نواره من بوزیشگرها نوشتم، یعنی که در اوجه دیگر ورزشگر نیست، در اوجه دیگر بوزیشگر هست، یعنی تنها گویم که یک پودای بوزها گویم در اوجه با نام ورزشگر رفتگی هستند در اوجه از نام تاجیکستان. من فکر نکردم که هر یک چیز با نام خودش گرفتی خفه شود. تمام دنیا در اوجه گویم که همون دولت ها گوناگون دو کشورها دولت ها البته اشتراک دارد، نظارت کرده ایستادیم. به نهایت بگیم اینترویو هاشون خوب، مردم، تمیز، تعلیم، ترتیب، انتظام و نظام ورزش بگیم که رعایت میکنن. اگر من شخصا اگر که تشکیل کننده المپی و اگر در همونجا همون بگیم مسئولیت اگر یگان چیز در دستی من میبود، اولین کاری که همین رو همش از همون المپی بیرون میکردم. واقعی میگم، گرچند اگر من تاجیکستانی بودم، تاجیکستانی هستم، اگر یگان مسئولیت در دست من میبود همه اینا رو از همجا من بیرون میکردم. یک باور کنین گرفتن مدال که نمیدونم یک طرف، اما در جامعه در دنیا همین بگیم که تاجیکستان شرمنده کرده. واقعی تاجیکستان همش یک تاجیکستانی من ایزو میکشم، شرم میدارم که تو اینمین درجه بگیم که فحش فاحشگی تو اینمی یک کودک شاید این کار نکنن. این نشانه به صاحب بودن یا نمیدانم صاحبشون فقط اینا را برای همین طرف بردن مصرف کرده پول آوردگی هستند که در نمیجا همچنان همون توی های تاجیکستان میگذره که توی میشوه، توی دا میزنن رقم مست میشون و در زمین شکم غلق میرون، در نمیدونم رقص کردن در بالای یک دیگریش در میپرن. خلاص بگیم همون رفتاری بگیم که همون فاحشگی میکنن که امروز ورزشگرها دارند رفتار فاحشگی میکنن، نه یک رفتار انسانی، نه یک بگیم که یک دیسپلین داشته باشن. وقتی که ورزشکار خودش مثل یک فاحشه پوشینی سر میته، او دیگر ورزشکار نیست، ورزشکار نیست، یعنی که او را در حال بیرون کردن در کار است.
من اون روزم در کامنت یک برادر سعید یونس نوشتم که مونده بود رقیب او خاطری که اسرائیلی به دست که با او دست نداد و با یک باعث افتخار و فخر و نمیدونم یک چیز او را ماندیان که ما فخر میکنیم تو قهرمانی ما هستی سببی که تو با اسرائیل دست ندادی یعنی که با یهودین دست ندادی. خب او ورزشگر است نوابسته از ملت دین مذهبش. در کامنت نوشتم که من که برادر عزیزم ورزش دین و مذهب نداره این کاری نادرست است در حالتی یعنی در همونجا برآمده و بگیم رقیب دست دراز میکنه و اگر او قدر مذهبی هستی او قدر دینی هستی پس نره در ورزش. وقتی که رقیبت بات مردگواری دست دراز کرد دست شبیگی دراز کرد. نوشته بودم بسیار بگیم که مردم هم بالای سر من ریختن بسیار ناراحت هم شدن خلق اسرائیل کشته ایستاده فلسطین کشته ایستاده است دیگه کار کرده ایستاده کار کشته ایستاده است تو خدا رحمتی نمیدونم گذشتگی لیلین استالین مثال آوردم با مرا مثال نه برای ما فکت و اینم پیشش بود تمام. من دیگر بحثم نکردم گفتم دلش خودتون میدونین من فکر ما گفتم و امروز هم فکر ما میگم اون چیزایی که من نظارت کردم و اون نوارهایی که دیده ایستادم و شاید اون نوارهایی که ولی در عالم مجازی نیست ولی بعداً میبینین اون نوارها میبرویه. البته که بچه ها همشون همونجا هستن گرد اطراف ده کار کرده ایستادن یا چیگه خورده ایستادن یا چی پوشیده ایستادن همه اینو هست ولی میبرویه بعد منتج نکردگی حالت ها هم شما میبینید که کدام حالت است این مردم. ما مکسیمال کوشش کردیم که همین چیزها همین یک رعایت شود. من وقتی دیدم که اسماعیل محمد ظاهر یعنی نبیره پرزیدنت که رهبر همین بوزشگرا هست آمده بود من فکر کردم که حداقل دیسپلینای اتوریته و آبروی خودش دانسته میگه که درجه میشه قیچون نکنین ما درجه هستم کم دیسپلین را بقپین. اینجا بغرض از تاجیکستان هر یک کشورایی هست که تاجیکستان در ناخن او کشورها توغری نمیگیره برای هم بیا کم ترک دیسپلین نکنیم. ما نو سر کردیم در المپی درجه در المپیو 50 سال و 100 سال ها میشه که دیگر کشورها اشتراک دارن. بیا ما یک کم دیسپلین انسانی داشته باشیم یک تاجیک بدگیمون نشون بدیم یک نمیدونم یک ملت بدگیمون نشون بدیم یک دولت بدگیمون کنساف نشون بدیم که ما یک نمیدونم یک دولت داریم. از این همین چیز بها دادن که پرزیدنتتون چخیل احمق است رهبراتون چخیل احمق است و شما خطونم چخیل احمق بدگیتونه. شما ورزشگر نه بلکه یک کلون بدهید یک مسخره باز جای شما ورزش نبود. من این گپا را گفتنی نبودم نه که عاقبت اومد دیگر بگیم که همون هر یک چیز سرحد خودش داره همین چیز دیگر از همون سرحدش برآمد رفت دیگه این کار شما از سرحد برآمد رفت. اینمی مدنیت شما را نشان داد اینمی اخلاق شما را پرزیدنتتون نشان داد که شما چی اخلاق دارین چی ورزشگر هستین. بعضیاتون المپی را یک بار بریده اومدگی سنگ پرتا و قلوخ پرتا و نمیدونم دیگر ورزش شده نه آر به دست شما ده نه ناموس به دست پدرنالتو شما با خدا آبروی ملت یک بار رزوندین در جایی که برای ملت یک آبرو ببخشین. همون مدالتون بگیرین قطعی پیشواتون در کونتون بزنین از اوی که قدری ملت به آبرو کردین در کوچو جاگ و دیگه با رنگ بزی بچهش مردگی برین بحث میکنین در کوچو بزنی قدر بحث میکنین یک دیسپلین اونا شو برا یک انسان گفتن یک کنترل داره یا موژیک است مردک هستن یا بانیورود چی نشان داده چی اخلاق نشان داده ایستاده شما با ملت با مردم یا نمیدونم با جهانیون شما چی اخلاق نشان داده ایستاده
нишон додесен ки Тоҷикистон зур аст, беҳтарин аст Тоҷикистон, гап нест дар Тоҷикистон ба пеш. Ман медал ма қадами олимпӣ ма дар пешвои миллатам мебахшам. Ина гирифтан бурданаш, ира олимпӣ бурдиянаш ёра. Ман намефаҳмам шуморо ки раҳ додагӣ аст дар уҷа, чӣ хел раҳ додагӣ аст. ولی بسیار دوستا خیریت مرا تکلیف کردن بیا برادر بیا خدا را شکر بگه که نه قدر کار باری من در اینجا زیاد بود که من نرفتم اونجا نباشه میگرفتم در همجا فوستان میموندم بای قلقاتون. من پیشتر گفتم که مرد در پاسپورتش میزدگی ای که مجسکای در گالچکا موندگی ای رفتارش مثل زن است. امروز спортсмен меган намедонам охи ино ҳам мисли зан рафтор доранд. аз ино дида як духтаре ки дар ҳамуҷа буд каме бигем ки хича мужискои қапидагӣ ҷағас намекуна дар салому рафтору гуфтору хича бигем ки боли мужискои қапида истодагӣ аста. боли як характери мардӣ дора, зан характери мардӣ дора. ӯ аки хита ларзонда аки чи аст ту? чӣ нишон додесӣ? ту ватан дӯст медорӣ ки сиёчата дӯст медорӣ? онангни сикаи риден дар обрӯ дари миллат, дар обрӯи на миллат риден. агар ба бисмилло ҳаматона анили род накардам ҳаму чемпионатитона дар дасти ма бихӯрен ку чизе мегем бигем. ма ба бисмилло мегӯм. biz барои ма дар кор нест. кани ӯ комент мекардагио биромаден лоиқ бой дода буд, на баҳс кардааст, на вағаз кардааст. як бачаи культурна бигем хича меқапа, мужскои достоинствои хича бигем меқапа, уважени дора. биромаден барои бой доданаш пули Бадахшону, пули Суғду, пули фалон ҷоҳора хурдай спортсмен чидай, Эмомалӣ спортсмен кардай, спортсмен ки ёра карда натонистай, шакаров хурдай. ӯ қадар навиштен ку барое ки ӯ ба дигар миллат мансуб астам хелас. ина иё анаму пулои гуфтагита хурдомадагӣ на иё ҳастанд. аз пули давлат, аз буҷаи давлат билет, гостиница, хурдан, пӯшидан, рафтан, тамоми чишона дар Тоҷикистон тамрин ойлик мегиранд, ина ё мегиранд. ана ҳамун гуфтагиёт ки пули Бадахшон хурдааст, пули Суғд хурдааст, пули дигар ҷо хурдааст, ина миё хурдагия. ӯ ҷавоне ки дисе ҷавоне ки рафтан дар ӯ бигем то амрикора хичон, ӯ аз пули хичон билет мегиранд, аз пули хичон квартира снимат мекунанд, аз пули хичон хӯрок мегиранд, аз пули хичон тамрин мекунанд. ҳар чизе ки доранд аз пули хичон аст ва 50 дирам аз пули буҷа гирифтагӣ нест. аммо тамоми тӯҳмата дар болош заден хотири бой додагиш. кани мардакем бинависен ки ё шакаров хурдагиам бой додан. чанқа бой додагӣ биромад? чанқа бой додан? чап рост бой додестанд. ду дона медали гирифтагишон додвои дар осмон. и қии чиқ доранд ки оли сеюм ҷора гирифтанд, оли якум ҷора мегирифтанд. фикр кунӣ Парижа чапа мекарданд, алов мезадан. иё ба худо ай оғил биромадагиене, ай оғил спортсменто. аслан хислати мардӣ, мардонагӣ, ҷасорат дар шумо дида нашид. ман тамошо кардам амаи наворотона. як марде ки бояд як дисциплина дошта боша набудааст. як спортсмен ҳами қанчиқгарӣ дидам аз шумо. ҷағ вағ аки спортсменто дурнотон аки боли камтар астен, аки хеле мардак чопранг не ки ами айқафотон бурдагин, ами дугонои келинора мегум.
توی هم خیل میکنند جوروی دومو دگونوی کلین جزیر میکنند توی دا واق چرخ کده توی ای دیگه کسایی واق چرخش ایو میکنند aynan o'zi hami ko'rishida istodas یک کمی انسان گفتنی کمی گفتنی انسان یک انسان گفتنی کمی برای خودش یک نمیدونم یک رشته مردانگی باید داشته باشه یه بچه بس بدگیست امام علی رحمانی زمان در تو برا نبیرت روی کدای در اوجا پدر رضا کمتر کنترل کنه نمی چیزو را اما با احساسات دودش نیستیم کنتونالیچ کنه تک با احساسات دودشه ولی نودیده دید رید گفته اگه بینمی چیز شده ایستادست اینمی شما شده نوزی در همیجا تمام دوستای ما میبینیم میشنیم یک جایگی نوارو را میبینیم تاجیکستان میای خندر اساس میشوند کلاون سیرک کردین یک المپیاد را شما یک سیرک تشکیل کردین در اونجا یک کلاون و میخنده تاجیکا یا دیگر انسان ها مدال نبریده ایستادن یا کامی دیگه همین کارا را کرده است شما کرده است این کارا من نمیفهمم باور کنین دوستای عزیزم شما را نمیدونم من راستی شرم کردم از این چیز در جایی که در المپی رفتن حداقل اشتراک کردن حداقل یک مدال برنجی و سوم و چهارم جا باشم گرفتن در جای یک افتخار باشه برعکس شرم کردم از این اومد آن دمیو را راه نمیدادن در همونجا من میگم که شخصا اگر من در همونجا میبودم یگان مسئولیت میداشتم در همونجا من یکمی نمیره بیرون میکردم اینم تاجیکستان ای بازی بیرون میکردم میگفتم زنیم برین اینجا جای کلون خونه نیست خوی بخرین ای جماعتون تمام یو رای بازی میگرفتم اولین همین کار را میکردم این سپورت است سپورت برای خودش سرحد داره سپورت برای خودش یک دیسپلینا داره باید انسان احترام خودش داشته باشه احترامی نمیدونم یک کشور ده هستین داشته باشه ولی بزی که بچه کده نمیتونه باید بحث میکنه زور میزنه یا بزی که بچهش گم میشوه باید بچه میکوه یا بزچه که اوچش عدیر میره باید شیر میکوه ماس میکنه به استانوفکا اینو به استانوفکا ماس دارن دیگه اون نگاه نمیکنن آدمو گذاشته استن زال است کجا است بیرون است با تاجیکستان با پیش مشکرونه زحمت های پیشوای ملت اگر نه همون زنت خطی که خواه کردی زنت خالی کشید بگو که با تشبوس پیشوای ملت خالی شدی دیگه امروز زنتون هم با پیشوای ملتتون رد بته بیناموسو فرزند تولد شد در دنیا بگو با تشبوس پیشوای ملت تولد شد اگر پیشوای ملت نظر تشبوس نمیکرد این گودک تولد نمیشید برای زناتون نکاح کنیم بتیم با پیشوای ملتتون نه خود توی درجه بیناموس باشید بعد میگن که چرا در سیاست خوش میشه میگن که خلق تو چیکار داری در سیاست ما در وطن زندگی میکنم در او وطنی شرمنده شوه منم در اونجا زندگی کردستم او دیگه سرتیروت نمیکنه تو خلق تلقای تاجیکی او تاجیکستان شرمنده کردستن اینو این بیشرفو یک رفتار مردانه داشته باشین یک دیسپلین گفتار ایستاد غرور داشته باشین یک دختر ازبکستانی اون دختره که هم چمپیونات گرفت ببین چنین همون دختر غیرت ندارن گفتار و رفتار نداره خیچه میقپه انسانی که خیچه قپیده نمیتونه او با پرستیتوتکا برابر است برای اون که پرستیتوتکا خیچه قپیده نمیتونه لبای کسا برای پول میته در چی حالت هستی نیستی کدام احساسات هستی باید خیطه بخپی تو مردکی یا بانیورود تو آبروی او وطنی رفته اینامی تاجیکستان رفتگی
این همون بشرف بدن تون مجبور میشوه انسان که باید برای شما کمی بگیم که سختتر بگده یک چیزه. یکی تو همین روز از هم چه هفته میشوه که من در همین بوره گپ نزدم، کامنت هم نکردم، گپ هم نزدم، خب کردم ایستادم که بیست یا شاید همین انسان ها یک روز تا روز یه مدال گرفتن یا پاریژ ریدن پارتوفتن روز تا روز، در جایی که یک کمی خطونه بقپین، کمی غرور داشته باشین، مردانگی داشته باشین. امروز ازبکستان هم داره یک گروه بگیم همون احمقا را بردگی است، نموجه اونم احمقا هم در درونی هم پاریژ توقی پوشیده یا بانیورا دیکی شما بلیاد یا دیکس نشان داده استین، دیکس بزی کی واری نشان داده استین خطونه. و نمیفهم او کون بدست اسماعیل تون در اونجا وابشه گفتیم پراژنیک انسان بدست و بلیاد اپوشینی بدست با فکرم که شما را کنترل کردن نتونه. یا بار که کنتونه بچه خیم بیستن ما دایی جاستم کمی یک خطونه احترام کنین کنتر بجه خین اموزاد نیستونه نکنین ای کورا. بیا ما یک ناموسی توجیکی نشان بتیم یا ننگی توجیکی نشان بتیم، بیا ما کنسا یک غروری توجیکی نشان بتیم در اینجا. در جای این چیز برابر شما باغ جغ داره در اونجا. همون تاجیکستان در همین قلقه را میکردین، همین بسی نکرده بود برای شما را، آرام نشیده بودین در همون جا همین قلقه تان قطی. یا بانی برانا بلیاد شما را کی رحمت ده خیلی جو صوف گوسفندو بلیاد باقیدو آبروی ملت هریدین پارتوفتین با او قلقه تان. دنیا افریکانزا با ای بالاتون خندیده ایستادن در این بیناموسیتون و برای اونا تو برای خرسندی تدام باید دخونت بکر ایجا یک کمی سریوز نشه مردک شه تا سپارتسمنتی بلیاد تا اپوشین انسان نیستی استه دیدن اموز دخترک چه بولی بگیم که بولی سریوز نتر قپیده ایستاده است. اونا یا تدیه کلاش دام که اگه بوز بالا سنگ پرت افته بده یا بار چیکار کده بود در پدنالا در ناموس بوده دم جوی سنگ در ناموس شا پرت افته نمیدونمو او اکه تمام دیگه مایجوده در گردن شد لنته کشول کدگی او را میبرم کدگی او هم نه ناموس دوره بفقده او قدر خداوند تن توشه دو دسته اینی میخه ناموسش ندو دست درو یک کمی سریوز نباش ناموسنگ از سکیسی نه یک کمی انسان باش یا بانیورات بلیاد آبروی وطن ریزاندین سوکا شما آبروی ملت ریزاندین اونای شما ورز پارتسمنت در بزاگیره رو بره باید با میگن که انا شما ایارم تحقیر میکنین ایارم ریدگی این شما ای دیپلمات دیپوتات پرزیدنت سیاست سر کردگی امروز سپورت صنعت ریدن شما یا بانیورات مرا نیست یک آدمی سالمی که در همونجا یک بگیم که یک نه گپ زدن نمیتونین با خدا قسم توف لعنت بر شما که دو کلمه را دو جمله را بسته گپ زدن نمیتونین. یک گودک افغانستان باور که در دوران جنگ نه تلاش کشاکشی زیر بمباد از این دیگه کده است مکتب دیدگی نیست مکتب چی است کو برا قطیش گپ زد چخل گپ میزنه چخل لهجه فارسی با زبان فارسی چخل جمله بندی کرده گپ میزنه. این دیگه در تاجیکستان زبان هم نمونده است. عزیز روسی عزیز ایش عزیز اینمت ارلاش کده پارتوفتگین این نشانه به علمی است که یک سپارتسمنت دو جمله گپ بسته کرده گفته نمیتونه. خیمه نمی خیلی گرفتیم امیره نمی خیلی که نمی پیشوی ملت مونده می بخشه مکی نمی را که این انترویشی داشته است یا بانیورود با فکرم امام علی هم همتری گپ میزنه قطعی رستم برای همون دوی مایتانی و دیکتر گپ میزنه میستده سپورش داد
گیری فلان کار کردی کار کرد دیکترای تنش گپ میزنن و فکرم همو هم رنگ همه حیوانا ور گپ میزنن همطوری یک تمیز یک جمله بندی است یک گپ است کلمه است ا ب و گ میره و الفاوی دوره ای وطن ای سرزمین الفاوی دوره یک کلمه روسی یک کلمه توجیکی یک کلمه چون چی گپ زدیستین شما از کجا اینو رو آوردین شما حداقل کمتر بقپین حداقل هم گپ یاد بتین و پدنالات نه چهار تا بعدی خودش که ژورنالیست رفته گست کجا بردین او را او ریدا مرا جزیر کرده یا پرتوف یا بانی ورود ناموس کنین کم ترکت اونا شو برای پرزیدنت سرکردگی نه اسپارسمنت نه فرهنگ دیگه گپ زنی نمیتونه ندارن جمله بندی ندارن ریدن پرتوفتی نمیدونم کدام نمودی لهجوی کردین شما این زبان فارسی تاجیکی را شما این زبان فارسی و دری و تاجیکی را چیکار کردگی نامعلوم است خانم تری اومدم چرت پلیچو کردم بالیوی کردم برام تری مجدونو کردم پوما برداشتم چی گفته استی تو چی اینترویو داده استی تو میفهمی کلمه جمله‌ای که تو میفهمی که چی گفته است اینو نه گپ زده میتونن نه رعایت خچونه کرده میتونن نه تمیز دارن باور کنین اینو مثل که همون گوسفندایی که ای که میوری و در این شهر سر میتی بعد با میدوان کو ایسوسه اینو عینا نام گوسفندایی که ای که آوردگی هن. خلاص ما یک طلپه یک گروهی یک گروه گوسفند دیدم در اینجا انسان نه یک گروه گوسفند دیدم شما برای تاجیکستان آبرو نبردین برعکس آمدین تاجیکستان شرمنده کردین با میدون همو المپیاتون من فکر کردم که روسته که سامون اومگه اسماعیل نبیرش همون کلانای بزرگی من خیال کردم کمی در پیش ای گرد اطرافش یا شرم میکنه حیا میکنه یا کمی خچونه میخپه ای کنترل میکنه نیره بکنین نیره نکنین اونجا وغاس نکنین اونجا دا کور ندرست است سریوز نبستین موسکای تبریک کنین یک دیگر در زمینو خطونه نپرتوین غلطنک نزنین رقص نکنین یا بانیورو رقصه این شما بعضی اتون نمیدونم یا شما دایی 32 سال ای رقص سر نکردین شما بله همارا ریدیم پرتفتین کنسل چسنا آخر دیگر گفتی هم گفت این همیجام دومد همین روز همیرا کردن نبودم 300 بار پیش همی استغفرالله کردم نمیکنم نه که باز نوار میبروید دم فیسبوک و در چی هوی میکنی تیک توک و فیسبوک پر کردین همه با رنگ بزی بچه کم که اگر تاجیکستان با پیش یه برو آبروی نم تاجیکستان ریزانده پرتفتی مجبور شدیم دیگه کردم همین نبارم هم گنده میبینین نمیدونم خوب میبینین تغری قبول میکنین این نبارا یا برای خطونه نمیدونم تنقید قبول میکنین تحقیر قبول میکنین اون لیچین دیگه پرابلم هر یک کس است هر خیلی که میخواین همون خیلی قبول کنین من لیش نم چون یک تاجیکستانی شخصا من نیم چون یک تاجیکستانی منم لیش نمیگم با روسی کش میکنم میرم شخصا من چون یک تاجیکستانی اصلا قبولش ندارم رفتارشونه و بیزور هم مدال هم هستم برعکس از نگاه ما آبروی ما ریخت برای چی برای گرد اطراف کارگرای ما میخندن قلقای او را دیدن میگه کلونو قطعی هم خیلی چیزو زور میگذاره میگه میخندن نبرو یا بگیم که آبروی یو اف سی و دیگر بایتسو را رزوندن پرتفتن در حالت نو دتا بگیم نورسی را یک تا عبدالرزیق یک تا دیگه نه بیچاره او گوده که هر چه گرفتن بردن یک کسالی ها را نمجا دا بای تشکیل کردن نمیدونم چیو تشکیل کردن او خیلی بیچاره بگیم حیات این چی در کار بده نمی این گرفتن آبروی یک سپارتسمنتوی بگیم که مشزنو را ریدن پرتفتن امروز مرا اینترسم گم شد از یو اف سیش امروز
интересم دیگه ای спортош هم گم شد بعد یورا دیدن. من نمیفهمم چخیل ایرا پاریژ راه داد یورا و چخیل طاقت کرده ایستادن در اونجا در این تمام بزیگری یا در تمام احمقگری اینو چخیل طاقت کرده ایستادن. من دیگر یوشا نمیدونم. من میبدم شخصا یکم روز سرشون میکردم، یکم به آدابیشون دکو جمع میکردم، سر میکردم. سرشون سفید رنگی من ریشو سفید. سینی سال گفتی هم گپو ایسده اوست نزدیک موندگی. نه در عقل هست در اینو، نه فراست هست، نه رفتار هست، نه کردار هست، نه گفتار هست. یگان چرا ندارن. فرق از همون یک بز، یک حیوان، یک خر، اینو یگان فرقیت نکردن. همین خرم در هر جا توغری اومد انگس میکنه یک دیگری شب ببینن و وقتی انگس کردن دادم چیخ کرده جر میگوزه. این اونمو خرو برین شید برای من. بو خرو اگر همه کسای اجویا شون یا تاش هنگس کنه ایوش هم خوش میشون هنگس کردن ده. اونا همون خر برین توفتن در نظری من، نه یک سپارتسمن دیگر. دیلم دیگر همین سپارتسمنتوش هم مونده همی تاجیکستان. شرمنده کردین امره. و سلامت باشین. میگم که هر کدامید خواهین نمیدونم تحقیر قبول کنین، خواهین تنقید قبول کنین، هر چیزی که میخواین هم قبول کنین. این لیچ نمینه نیمه بود. او چیزی که من دیدم طاقت کردن نتونیستم. برای مرا اینا دیگر یک بزنده خلاص، نه سپارتسمن. یک بز گروهی بزی پروپاگاندایی بگیم این پروست ای طرفی همون چیزی سپورت در آوردگی است. سپارتسمنتای اصلی من فکر کنم در اینجا جا نیفتن اومدند. سپارتسمنتای اصلی بیچاره ولی در تاجیکستان و در دیگر جا فکر کنم ولی گندم دراوی رفتن ای پای کارشون او جا نشیدن اینجا. اینجا کدامی که تقداش آوردن، کدامی که بزی زور بود هم رو آوردن. خلاص. اگر سپارتسمنتای اصلی واقعی اگر می اومدن ما مدال طلا را می گرفتیم. فقط سپارتسمنت اصلی بز شدن نمیتونه، برای همو در درون بزا جا شدن نمیتونه. من باوری دارم تاجیکستانی عزیز ما بسیار جوانای لایقتمند دارن، بسیار جوانای سپارتسمن دارن. افسوس که تمامی جوانای سپارتسمنت لایقتمند ما را گرفتن، غلام کردن، دربدر کردن، در دست روس بگیم که مردی کار کردن، در ملکای روس بگیم از وطن بیرون کردن، شکستن، سواد علم هم همی کار کردن، زندان کردن و غیره کارها. این دیگه موندگی صاحب خنک زدگی صاحب چه گفتی هم گپا نمو یک چوبچک موبچک دیگه موندگی هستن. یا سپارتسمنت هم نیستن. همین ویدش معلوم است. همین میبینی ای ویدش معلوم است سپارتسمن نیست. سپارتسمن مردم پویدنی داره. اونا شو برای که سپارتسمن که پویدنی نداره و یک شلیوخ است. سپارتسمن که دیسپلین نداره و یک شلیوخ است. سپارتسمن باید دیسپلین اکچه داشته باشه. یا چو برای اینجا سپورت زده است، اینجا رقص کرده است، اینجا کنج مونده است. این نمیفهمی کدام میشه کنتیای رقصای سپارتسمنت ای نمیدونی را. میفهمی میره. Вот такой ситуация. نه سیتواسیون نمی احوال است. برای همون هر کدام چخیل معقولای دوستی عزیزم هم قبولش کنه. من فکر نظر خودم یک تاجیکستانی برای ما را ننگ بود، شرم بود گفتم میگم ما. یعنی اون چیزی که ما برام قبول کردم که از زمینو شرم قبول کردم، نه فخر، نه افتخار. من را آشکار گفتم. باقی توکلتون به خدا. بسیار با یک کلمه زیبای تاجیکی فارسی. بدرود تا بدرودهای دیگر.